سلام دوستان مهربان، چون همیشه در همین وقت برنامه سرخط رویدادها تقدیم شما می شود. امروز 16 آگوست از آن میگوییم که سازمان در نیویورک خلاصه یک دادگاه تاجیکستان را تنقید کرد. نقشه ترک روسیه نمودن بخش از مهاجران بعد پایین رفتن قرب روبل روسی، صدمه مرگبار با شرکت 4 عضو یک خانواده در تاتارستان و بازداشت 6 تاجیک در قزاقستان که هموطن خود را برای به دست آوردن $20,000 به اسارت گرفتند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هشدار می‌دهد که روز 16 آگوست در چندی از ناحیه‌های کوهی ولایت سوغد، نواحی تابع مرکز و در ناحیه درواز خطر فرآمدن سیل وجود دارد. بنابراین از ساکنان خواسته شده است که احتیاطکار باشند، به جمع‌آوری هیزم، چراندن چروا، ماهیداری و شکار نروند. همزمان از رانندگان دعوت شده است که هنگام حرکت در مناطق کوهی فاصله مقرر شده حرکت بین ماشین‌ها را قطعاً رعایت کنند. در حالی که دادگاه ولایت سوغد 7 سال حکم روزنامه‌نگار خورشید فوزیلوف را به تغییر گذاشت، کمیته دفاع از خبرنگاران رهایی فوری او را طلب کرد. مدیر برنامه‌های سازمان در نیویورک روز 15 آگوست در اعلامیه دادگاه‌های تاجیکستان را نکوهش کرد که از کارمندان رسانه‌ها جنایتکار می‌سازند. کارلوس مارتینز دلا سرنا گفته است فوزیلوف روزنامه‌نگار هفتم تاجیک است که در یک سال اخیر به مدت دراز زندانی شده است. مقامات باید او و نمایندگان دیگری مطبوعات را رها کنند. کارلوس مارتینز دلا سرنا همزمان تقاضا کرده است که ادعای بدرفتاری نسبت به خورشید فوزیلوف برای به دست آوردن اعتراف او همه جانبه تحقیق شود. خورشید فوزیلوف در ماه مارت امسال بازداشت و روز 26 می با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم گردید. به دلیل پایین رفتن قرب روبل توصیه که مهاجران کاری می توانند روسیه را ترک کنند، زیرا درآمد آنها کم می شود. در این باره بهرام اسماعیلوف رئیس جمعیت و دیاسپورای ازبک‌ها در مسکو در صحبت با روزنامه ویدمستی بیان داشته است. هفته جاری قرب روبل روسی در برابر اسعار خارجی در پایین ترین سطح خود قرار گرفت. با گفته اسماعیلوف در دیاسپورای ازبکستانی ها نظرپرسی انجام شده است که مهاجران بعد افت قرب روبل روسی چه نقشه دارند. از تقریباً 23,000 پرسیده شده ها 50% آنها گفتند که در فکر ترک روسیه می شوند. عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه ابراز داشته است که به این هم مهاجران هنگام انتقال پول به وطن از حساب تبدیل پول یک قسم درآمد خود را از دست می‌دهند. گذشته از این به قول عبداللهف نوبسته از قرب پول مهاجران هرچه بیشتر در فکر رفتن به کشورهای دیگر شدند. دولتوف افزوده است اگر قبلا در بین مهاجران کره تاجیک روسیه و قزاقستان معمول‌ترین بود، اما حالا آنها به کارهای ساختمانی در کره جنوبی و یا کشاورزی در بریتانیا برتری می‌دهند. بینندگان عزیز، دیروز در نشست خبری وزارت کار خارجه تاجیکستان عاید بازداشت‌های اخیر مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نظر کرد و گزارش در این زمینه 4 ساعت پس در برنامه اخبار آزادی نشر می‌شود. شما سرخط رویداد را تماشا دارید. سازمان ملل متحد تصدیق نمود که در جریان حمله روسیه به خاک اوکراین تقریباً 9500 غیر نظامی کشته شدند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل روز 15 آگوست با نشر یک گزارش گفت که 545 نفر از کشته شدگان کودکان میباشند. بر اساس این گزارش در جریان جنگی که روسیه ماه فوریه سال 2022 در اوکراین آغاز کرد، تقریباً 17,000 نفر زخم برداشتند. به قول این اداره سازمان ملل ممکن است تلفات در میان غیر نظامیان در اوکراین به مراتب زیادتر باشد، زیرا اطلاع از مناطق درگیری های سخت دیرتر می رسند. در نتیجه یک صدمه مدهش نقلیاتی در تاتارستان روسیه، یک مهاجر تاجیک در داخل ماشین سوخته و هلاک شده است و 3 همراه دیگرش سخت مجروح گردیدند. هر 4 نفر برادران و ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی بودند. به نوشته رسانه‌های محلی تاتارستان، فاجعه نصف روزی 15 آگوست در راه المتیفسک به عمل آمده است. ماشین سبکروی برادران هنگام حرکت در راه به ماشین بارکش برخورده است و هر دو ماشین آتش گرفتند. مهاجر هلاک شده 32
33 سال داشته 1 ماه پیش از تاجیکستان به عیادت برادرانش رفته است. از او 4 فرزند باقی مانده است. سالانه صدها نفر از زادگان تاجیکستان در روسیه پی بیماری، صدمه و حادثه های دیگر ناخوش جان خود را از دست می‌دهند. مقامات انتظامی قزاقستان 6 زاده تاجیکستان را با گمان آدمربایی بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی این کشور روز 16 آگوست گفت دستگیر شده ها در شهر الماتا یک تاجیک دیگر را ربوده و در اسارت نگاه می داشتند و برای رهایی او $20,000 طلب کردند. در این باره به مقامات حفظی حقوق یک دوست نفری به اسارت افتاده خبر داده است. بعد معاین کردن مکانی که شهروندی ربوده شده نگهداری میشد، دسته تعیینات مخصوص عملیات گذراندند. سردار ریاست مبارزه با جنایتکاری متشکل پلیس الماتا گفته است گمانبران برای به دست آوردن $20,000 هموطن خود را ربوده، او را لط و کوب نموده به نوار می گرفتند. دوستان عزیز، حالا توجه کنید به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. قرب رسمی را بانک ملی تعیین میکند. امروز 16 آگوست ارزش 1000 روبل 111 سومانی و 50 درم مقرر گردیده است. نرخ $1 10 سومانی و 96 درم و 1 یورو 11 سومانی و 97 درم است. این قرب در بانک‌های تجارتی کشور میتواند فرق کند، بالاتر و یا پستر باشد. بینندگان مهربان، سپاس برای اینکه ما را همراهی کردید. در پیش برنامه اخبار آزادی شما را ساعت 18 رسا با وقت دوشنبه منتظر است. در پخش مستقیم تقدیم می شود. روز خوب داشته باشید. با ما بمانید.